بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما دوستان برنامه سفره دل. در سفره دلی دیگر به همراه شما خوبان و سروران هستیم و جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز که در آغاز سخن من قبل از اینکه به اصل موضوع و مقدمه موضوع بپردازیم خدمت جناب دکتر عرض سلام دارم و ادب و احترام و خوش آمد میگم حضورشون رو در استودیو. جناب دکتر خوش آمدید. من هم عرض ادب و سلام و احترام دارم هم خدمت شما و هم دستاندرکاران شبکه و واقعا منت گذاشتید که به ما فرصت دادید باز دیگه هم در خدمت بینندگان عزیز باشم و عرض سلام و ادب خاص هم خدمت شما بینندگان عزیز و از اینکه ما رو در برنامه‌های سفره دل بر سفره دلتون میزبانی میکنید کمال سپاس و احترام رو از شما دارم و امید هست که بتونیم در این برنامه هم مثل برنامه‌های گذشته گره های برخی از عزیزان رو بگشاییم و راهکار درست رو به جامعه املا کنیم. در خدمت شما هستیم. خدمت ماست جناب دکتر. در برنامه‌های گذشته در آخرین برنامه‌ای که خدمت شما عزیزان و سروران بودیم درباره موضوع ازدواج به هم دیگه صحبت کردیم و سخن گفتیم و مراسم ازدواج رو به همراه شما بررسی کردیم، مراسم‌های مختلف رو و به هر کم و کیفش رو و کیفیت برگزاریش رو و درباره منکرات عروسی‌ها صحبت کردیم، درباره راه حل‌های مشکلات موجود سخن گفتیم به همراه شما عزیزان. در ادامه مبحث ازدواج که از خواستگاری و قبل از خواستگاری و اهمیت ازدواج شروع کرده بودیم به همراه شما عزیزان و سروران، الان اگر نوبتی هم باشه نوبت بحث بسیار مهمی است به نام شب اول زندگی یا همون شب اول ازدواج. این موضوع از چند بعد اهمیت خیلی زیادی داره که خود شکل طرح موضوع رو هم مقداری متفاوت میکنه این اهمیت موضوع و من در همین ابتدا از همه عزیزان تقاضامندم که آنچه رو که در این برنامه مطرح میشه با دقت به خاطر اهمیت موضوع گوش بکنیم به همراه شما عزیزان. شاید برخی از عزیزان از شکل طرح موضوع به هر حال خوششون نیاد، بدون تعارف مطرح میکنم این موضوع رو و خیلی راحت، ولی مسائلی است که باید ما مطرح بکنیم در بحث شب اول ازدواج. مراد و منظور ما از شب اول ازدواج اون لحظه است که عروس و داماد با هم اولین ساعات زندگی مشترکشون رو در یک فضای خلوت در زیر یک سقف با هم شروع میکنن و اهمیت بسیار فراوانی داره این لحظات و ساعتها برای این دو نفر، برای این دو خانواده و بایدها و نبایدهایی داره این ساعات و این شب و این لحظات که باید بهش توجه بشه که در بسیاری از موارد ندانسته و یا عدم آگاهی از این موارد سبب وجود بسیاری از مشکلات شده و سبب شده که خدایی نکرده در پاره‌ای از موارد و برخی از موارد سبب جدایی شده و سبب طلاق شده. مسائل بسیار مهمی مطرح هست، چه از لحاظ روحی و چه از لحاظ جسمی که باید در این موضوع ما مد نظرمون باشه و مطرح بکنیم. مسائلی است که شاید خیلی از عزیزان بگن خب حالا نیازی نیست مطرح بشه، زشت مطرح کردنش، این تعابیری که ما داریم در جامعه مطرح میکنیم، زشت، بابا این خجالت داره اصلا گفتنش، آدم خجالت میکشه گوش بکنه. حقیقت زندگی خجالت نداره و حقیقت زندگی در اون چارچوبی که باید مطرح بشه و در اون مسائلی که مهم هست ما واقعیت‌هایی است که حتی در قرآن کریم هم می‌بینیم الله متعال در مواردی میاد و با صراحت لهجه داره صحبت میکنه. در این باب من جمله آیه 222 سوره مبارکه ما سوره مبارکه بقره رو داریم و آیه 223 سوره مبارکه بقره که آیاتی است که ما حتی اینها رو به عنوان عبادت داریم تلاوت میکنیم و اینها رو در نمازها میخونیم، در مقدس‌ترین مکانها و بهترین زمانها اونها رو عبادت میکنیم و تلاوت میکنیم و این آیه 223 بقره درباره رابطه زناشویی و چگونگی رابطه زناشویی است و حکم الله متعال در این باب. پس ما در برخی از موارد مقداری بعد صراحت لهجه‌مون رو بیشتر بکنیم، الان خصوص وقتی که می‌بینیم در شب اول زندگی بعد از این که عروس و دوان همدیگر رو انتخاب کردن، خانواده‌ها بسیار خوشحالن،
ندانسته یا جهالت و ناآگاهی نسبت به یک موضوع بسیار کوچک سبب از هم پاشیده شدن این زندگی در همون شب اول میشه، پس نیاز است ما برخی از موارد رو با صراحت لهجه بیان بکنیم. ما در این برنامه قصد داریم به همراه شما عزیزان درباره آداب شب زفاف و موارد دیگری که در این شب مهم هست و آنچه که مرتبط میشه به رابطه زناشویی در این شب بین عروس و داماد با صراحت لهجه بیشتری صحبت بکنیم. من در ابتدا از همه عزیزانی که نسبت به این موضوع اهمیت میدن خواهش میکنم که ما رو یاری بکنن و حتما دیگران رو هم تشویق بکنید برای دیدن تکرار این برنامه اگر نمیبینن، چون این مواردی است که مهم هست و بخواهیم و نخواهیم فرزندانمون باید این موارد رو یاد بگیرن. اگر ما بهشون یاد ندیم از کانال‌های نامناسب احیانا اشتباه یاد میگیرن و یا اینکه اصلا یاد نمیگیرن و دچار مشکلات و سختی‌هایی میشن و دچار مشکلات و به هر حال ناهنجاری‌هایی میشن که دیگه اون موقع کنترل کردنش آسان نخواهد بود. با موضوع شب اول ازدواج در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، شبی که برای خیلی ها آرزوست، برای خیلی از آقا پسرها و دختر خانم هایی که هنوز ازدواج نکردن، برای الان خصوص نامزدهایی که در دوره نامزدی قرار دارن و لحظه شماری میکنن برای این شب و خیلی ها اون رو به عنوان زیباترین شب عمر و زندگی ازش یاد میکنن. پس مهم است درباره این شب مهم و زیباترین شب زندگی به همراه شما عزیزان مباحثی رو آغاز بکنیم. جناب دکتر از شب اول زندگی و از شب اول ازدواج بگید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. شب اول ازدواج واسه چی خیلی مهم است که ما در موردش این به اصطلاح برنامه رو اجرا کنیم. متاسفانه چون که درباره این شب خیلی از قصه های مندارآوردی و خیلی از مفاهیم اشتباه در جامعه رواج پیدا کرده، برخی از این مفاهیم اصلا حالت عرف گرفته و عادتها و اعرافی شده در جامعه که یک نوع تقدسی برای خودش قائل است و مردم هم خیلی بهش احترام میدن و به هر حال خیلی هم اشتباه هست و در بعضی موارد خیلی زشت و غیر اخلاقی هم هست. این مورد، یه مورد دومش اینه که به اصطلاح این شب خیلی مهم هست در تداوم محبت و عشق در زندگی زناشویی یا کدورت هایی که از این شب به اصطلاح برگرفته میشه و در مسیر زندگی اینها به هر حال در ذهن طرفین هست، تصوراتی که ایجاد میشه، سوء تفاهم هایی ایجاد میشه که بیشتر این سوء تفاهم ها قریب به اتفاقشون به دلیل ندانستن هاست. یک مواردی هست که عزیزان از اونا آگاهی ندارن و اون حرفای بیهوده‌ای که در روز مردم هست، حرفای نادرستی که هست، اونها یک نوع ذهن سازی اشتباهی رو در جامعه رشد داده که این ذهنیت غلط چه در بین آقا پسرها و چه در بین خانم دخترها، اینا باعث شده که به اصطلاح یه تصورات اشتباهی تو ذهنشون باشه. بعد این تصورات رو وقتی در میدان عمل نمیبینن خب فکر میکنن که یک سوء تفاهماتی به هر حال به وجود میاد. یه موردش این، یه مورد اون که به اصطلاح به هر حال اولین بار هست که این دوتا زوج جوان در کنار هم قرار میگیرند در یک حالتی که دیگه به هر حال کلی چشمها دور شده، تمام مرزبندی ها به طور کلی برداشته شده و اینها شدن مال همدیگر و اینها لباس تن همدیگه شدن و همونطوری که به اصطلاح لباس پوشاک تن همدیگه است، لباس بر تمام تن انسان چیره هست و از همه چی آگاه میشه و با همه چی لمس پیدا میکنه. این حالت وقتی به وجود میاد بین طرفین، خب اولین دیدار هست و اولین تجربه هست. این باعث میشه که به هر حال یا تجربه بسیار تجربه یادگار بسیار زیبایی میشه که تا آخر عمر طرف این لحظه رو فراموش نمیکنه. در هر حال این لحظات رو فراموش نخواهد کرد، حالا چه یادگار خوبی باشه یا شاید به اصطلاح اشتباهاتی باشه و چه به اصطلاح ندانم
کاری های صورت بگیره. واسه اینه که به اصطلاح اهتمام دادن به این نقطه برای خانم ها و آقایون مهم هست. یه موردی هست که استاد سلیمانی عزیز، اون قدیما که نه من بودم نه شما، اون وقتا یه حرفایی بود که قبل از شب ازدواج افرادی بودند، پدر بزرگایی، مادر بزرگایی، عموهایی، کسایی می‌رفتن به اصطلاح جوون رو یک چیزایی به اصطلاح بهشون پچ‌پچایی تو گوشش میگفتند، یه راهکارا و یه چیزایی بهشون یاد میدادن. همچنین برای دختر خانم ها اصلا تو بعضی روستاها معروف بود که به اصطلاح برنامه ازدواج وقتی میشه فلان خانم باید دعوت بشه که به اصطلاح بیاد عروس پچ‌پچگری باشه، به اصطلاح بیاد که عروس خانم مثلا زینتش میده و فلان میده. در این اثنا خیلی مسائل رو براش بست میداد و همچنین برای آقا پسرها. متاسفانه امروز چون ما گمان میکنیم که دنیا باز شده، رابطه ها به هر حال گسترش پیدا کرده، دایره رسیدن به معلومات خیلی گسترده است و همه آگاهی ها در اختیار مردم هست، این موارد رو ما به اصطلاح اون پچ‌پچگرا رو گم کردیم. خب که به این به اصطلاح تصور الان شده به اصطلاح که سرچ، اما همین مورد به اصطلاح که کانال درستی نیست که به عزیزان ما آموخته های درست رو برسونه، باعث شده که دیگه خب اون طرف چون یکی نیاز داره، دوم دیگه حس فضولیش هم که گل میکنه، میره دنبال این قضایا میگرده و در قریب اتفاق مواردی که به اصطلاح ما میبینیم به معلومات نادرستی میرسه. این آگاهی های نادرست باعث چی میشه؟ باعث میشه که فردا غیر از موارد روحی روانی که در طرفین ایجاد میشه، خیلی از بیماری های محوری، خیلی از بیماری های دیگر رو هم باعث میشه. چون که راهکارهایی که بهش پیشنهاد میشه این راهکارهای بیمارگونه هست. کسی یک تجربه‌ای داشته، یک برخی اصلا افراد موذی هستند که آموخته‌های اشتباه رو میذارند اصلا. همونطوری که در بین جوانهای ما خیلی از آموزه‌هایی که رد و بدل میشه آموزه‌های اشتباه هست، آگاهی‌هایی که با هم دیگه میدن در مورد نمیدونم آمیزش، در مورد رسیدن به هم دیگه، در مورد نمیدونم شیوه برخورد اول، همه اینها خیلی هاشون حرفایی به اصطلاح که خیلی توش افراط تفرید هست و خب اینها میتونه مشکل ساز باشه. پس جناب دکتر اجازه بدید ما از اول آغاز بکنیم موضوع رو در اون چارچوبی که به هر حال نیاز هست، از آداب شب اول زندگی، حالا شب زفاف در تعبیری که ما ازش استفاده میکنیم. حتما دین مبین اسلام و شرع مقدس ما توصیه‌هایی داره، راهکارهایی داره. اگر بخوایم در خلال آیات و روایات از این آداب این شب مهم اطلاع پیدا بکنیم، چه مواردی رو میبینیم در آداب شب اول زندگی؟ شب اول ازدواج به هر حال یک شب پر اضطرابی هست. واسه همین آداب و برنامه هایی که ما در این شب داریم، برنامه هایی که به اصطلاح در مسیر داده ها و آموزه های دینی هست، همه در راستای این هست که اولا این اضطراب رو پایان بده، این به اصطلاح دیدار رو یه دیدار صمیمانه، خوب و بسیار طبیعی جلوه بده. مهمترین نقطه‌ای که به اصطلاح اینجا مطرح میشه که در همه عبادت‌ها مطرح هست، قضیه نیت هست. خب که انسان وقتی که به اصطلاح ازدواج میکنه، خب میخواد که نیمی از دینش رو تکامل ببخشه. دیگه عبادت بزرگه، از بزرگترین عبادت هاست که نیمی از دینش اینه، نیمی دیگر فتق الله فی الشطر الثانی که توصیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که نیمش اینجاست، بعد نیم دیگر رو خودت بپا، مواظب باش که از دست ندی. خب این نیم خیلی هم مهم هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مژده میده به جوانای ما که ثلاثتون حق علی الله عونهم. سه موردن که حقشون
پیش خداست که خداوند ضمانت کرده که اینها رو حتما یاری میکنه. یکی مجاهد فی سبیل الله هست، این که در راه خدا جهاد میره، خب به هر حال دیگه راه جهاد و از اون بهتر چیز. یکیش به اصطلاح کسی که اسیره و میخواد آزاد بشه و به اصطلاح در پی رسیدن به آزادیش. یکی دیگه هم همین مجاهد اخیر که به اصطلاح ازدواج میکنه، الناکح الذی یرید العفاف، این انسانی که میخواد ازدواج کنه و راههای شیطان رو بر خودش ببنده. این عفت داره، به خاطر عفتش، به خاطر نجابتش میخواد ازدواج کنه، راه اشتباه نره. خب این حقش بر خداست. یعنی اگر این فقط یک کم به جنب نیتش پاک باشه، هم از نظر اقتصادی خداوند تامینش میکنه، هم از نظر روحی روانی تامینش میکنه و هم از نظر داده های علمی درست تامینش میکنه. و به مثلا جوانایی که الان نشستن برنامه نگاه میکنن، اینها یک نوع مثلا توفیق الهی است. توفیق الهی است که ما رو مجبور کرده این برنامه رو بریم و توفیق الهی است که اون دوستان رو تشویق کرده که تماشا کنن. این هم جزئی از همون داده های درست به اصطلاح یا برنامه درست هست. خب یه موردش این. موردی دیگه، خب ما میخوایم که دیداری هست که یک دیدار خاطره انگیز هست و یک دیداری هست که به اصطلاح حالا بگیم مثل که الان که شما چای میذارید واسه من، به اصطلاح یه دیداری هست که چی بگیم اشتها باز میکنه. خب این دیداری که به اصطلاح میخوام به اشتها باز کنه و به اصطلاح این باید خیلی دیدار زیبایی باشه. زیباییش در خود دیدارش که زیبایی هست بدون اصطلاح بدون شک. یک مورد دیگهش هم زیبایی خود شکل و قیافه و اینا. این که غالبا هست. از این بابت که خیال همه جمعه دیگه. شب ازدواج هست و آقا داماد رو که کلا از صبح تا حالا توی حنا گذاشتن و توی حموم گذاشتن و دارن مرتبش میکنن. برای خانم هم که 3 روز قبل در آرایش به سر میبره. این که به اصطلاح یه موردی هست که همه میبینند و شادند و به اصطلاح زیباش میکنند و بهش میرسند. خب یه موردی هست که از چشما به دور هست که به اصطلاح اون مورد هم باید زیباییش به اصطلاح مد نظر باشه. در هر صورت زیبایی خیلی مهم است. عطر رو نمیدونم ادکلون و اینا همش مهم هست. خب این آقا دامادی که الان شب ازدواج همش پشت صحنه این طرف میدویده اون طرف میدویده، سر دیگه غذا رفته، این مهمون غذاش کم اومد، اونجا غذا کم اومد. خب حالا عروس خانم غالبا وضعش بهتره و به خاطر آرایشش هم که دست نخوری گوشه نشسته، زیاد این خودش رو زحمت نمیده. داماد بیچاره خب کلا یکی از مستخدمه و کارگرای محفل، اینو چیکار کنه؟ اینجا شب میره فقط میگیره میخوابه. اصلا مثلا یه اشتباهاتی است که ما انجام میدیم. در بعضی از اعراف خیلی چیز زیبایی هست و اون هم اینه که من این رو توصیه میکنم البته که ولیمه بعد از شب به اصطلاح زفاف باشه. یعنی چی؟ یعنی اینی که ما به اصطلاح عروس داماد رو با هم میکنیم قبل از ازدواج، قبل از به اصطلاح قبل از ازدواج هست، قبل از ولیمه. فردا صبح ظهرش مثلا ولیمه هست، شب به اصطلاح شب به اصطلاح جمع کردنشون بود، شب زفاف بود و فرداش ولیمه رو بزنیم. این یک در بعضی از عرفها به خصوص در کشورهای مغرب عربی خیلی عرف رایجی هست و زیباست. یعنی قبل از اینکه مراسم برگزار بشه شب قبلش عروس داماد با هم. بله، این که مثلا قبلا عقد شدن، همه مراسم تموم شده، الان فقط یک مراسم به اصطلاح اولم ولو بشاد هست. درسته، اعلان فقط. اعلان است. یعنی شما حتی در همون حدیثی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و عبدالرحمن ابن عوف هست هم این رو به اصطلاح احساس میکنی که عبدالرحمن خوشگل و ژیگل اومد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. خب از شکل و قیافه معروفه که به اصطلاح بعد چیزی شده، خبری هست. آقا عبدالرحمن چه خبره؟ گفت ازدواج کردم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که اولین ولو بشاد، حالا که ازدواج کردی ولیمه بده و اگه چه گوسفندی هم باشه. یعنی این ازدواج، این مراسمش قبل از ولیمه هست. این هیچ الزامی وجود نداره که ما، یعنی چون عرف جامعه اینه که ما
اول بعد مراسم ازدواج بگیریم بعداً ببریمشون کنار هم باشن، حتی خودمون رو ملزم بکنیم که بعد این اتفاق بیفته. دست خودمونه دیگه، میتونیم این اتفاق مثلا این آشنایی و با هم بودن رو شب قبل اتفاق بدیم. این مثلا یه نوع راه حل است برای اینی که مثلا شما گفتید که ایشون خستن، شب ازدواج خوابش نبره. اما موردی که به اصطلاح شما اشاره کردید، خب در اعراف هست که به اصطلاح داماد بیاد دم در وایسه از به اصطلاح مهمونا استقبال کنه. تا اینجاش خوبه، یعنی اینم زیاد از بر داماد رو نباید خستش کنیم، نباید اذیتش کنیم. به هر حال شب ازدواجش هست. خب اینجا باید حداقل دیگه ما نشون بدیم که داماد جون ما هستیم، دوستت داریم، مواظبت هستیم. قضیه ازدواج و شب ازدواج خیلی مهم است. یه خاطره هایی هست که مثلا شما تصور کنید در این شب داماد این مخش اینقدر کار میکنه، اینقدر فعال میشه که اصلا تصورش نمیره. 5000 نفر رو دعوت کرده، بعد در بین این 5000 نفر 3 روز بعد آقای سلیمانی رو میگه آقا سلیمانی چرا نیومدی؟ در بین 5000 نفر چطور متوجه شدید که اومد یا نیومد؟ این چیزا براش خیلی مهمه. اگر بشنوه که نمیدونم فلانی نیومد خیلی دلخور میشه. واسه همینه که اگر داماد کسی رو دعوت کرد، شخصا به شخصی دعوت کرد که باید بیایی، این واجب هست، واجب هست، نره گناهکاره. مگر اینی که داماد رو قناعت بده که بابا ما برنامه زنده داشتیم با آقای سلیمانی بودیم، با خدا نمیشه سر این وقت اومد. خب بعد از برنامه چشم خدمت میرسم، باید بری. خب یا قانعش میکنی یا به معذرت خواهی میکنی به که ناراحت نشه، دلشو به دست میاری. خب یا چون از موضوع خارج نشیم، گفتید فرمودید نیت و بعدش خوشگلی و به هر حال عطر و اون آرایش و این مهم. بحث خود محفل ازدواج مراد نیست فقط، یعنی اصل آداب شب عروسی سنی داخل شدن به حالا اون چیزی که بعضی اسمشو هجله میگذارن یا هر چیز دیگری. وقتی که با هم میشن یعنی به هر حال هر دو نفر باید رعایت بکنن، در خصوص نظافت، زیبایی، اینا همه رعایت بشه. بله. خب حالا ما نظافت شکل و قیافه رو گفتیم، اما وقتی رفتن داخل هجله دیگه اینجا باز حرمت هایی وجود نداره که بگیم خطه که حرمت میشه. اینجا دیگه اولین مورد هست، ببینید قریب به اتفاق، حالا بعضی موارد خیلی استثنایی هست که همچین مواردی صورت نمیگیره، هم آقا پسر و هم خانم دختر یه مقداری به هر حال از همدیگه خجالت میکشن. این احساس تو خانم‌ها بیشتره تا آقایون. طبیعی است که مثلا در خانم‌ها خیلی بیشتر هست، به خصوص وقتی که مثلا در بعضی از اعراف ما که هست یه دلهوره ساختگی درست میشه که مادر، به خصوص مادر زن، گریه میکنه، احساس میکنه که دخترم دیگه رفت، نمیدونم یک حالتهای مثلا انگار یه ودایی هست، شلوغش میکنن دیگه. باز اینا یه مقداری دلهوره رو بیشتر میکنه. در هر حال اینا به هم میرسن. حالا بنا به اعرافی که در هر جامعه‌ای هست، اینا چقدر قبل از ازدواج با هم رابطه داشتن نداشتن، نمیدونم رفت و آمدا به چه شیوهی بود، دید و بازدیدا به چه شیوهی بود. الان همه چشم‌هایی که اینا رو زیر چشم داشتن الان دور شدن. این دوتا به هم رسیدن. یه نوع ترس و واهمه هست، یه نوع خجالت هست، یه نوع اوهامی هست که در سر جوونا هست. این آقا پسر یک تصوراتی بهش دادن که نمیدونم اولین دیدار چگونه باشه، نمیدونم باید گربه رو دم هجله کشت و نمیدونم خودتون نشون بدی که باید مردی و مردونگی، مفهوم مردونگی چی هست و اینا در ذهن آقا پسر هست. یک هیبت و یک نوع ترس و وحشتی داره که نکنه که من از این امتحان من سربلند بیرون نیام، بله دیگه مردونگیم ثابت نشه. در ذهن دختر خانم هم مواردی اینچنینی هست که خب یک به اصطلاح رابطه‌ای هست، بسیار رابطه دردناکی هست، خطر خون و ریزی هست، نمیدونم فلان هست، یک تصورات اینچنینی که ایشون یک نوع وحشتی در ذهنش هست. در این حال یک نوع لذتی هم هست که به هم رسیدند، آرزویی که سالها در پیش بودند، نمیدونم پچ‌ها و نمیدونم این ور اون ور دنبال یک دیگر رو دیدن، الان نیست، همه به اصطلاح مال هم دیگه شدن به هر حال. خب این فضا همچنین فضایی هست. این فضا رو باید چیکار کرد؟ این
به اصطلاح اوهام و این نمیدونم ترس و وحشت رو باید شکن. چطوری؟ خب اینا رو که کار اول کار به اصطلاح آقا پسر هست دیگه، که به هر حال ایشون باید دیگه یک مقداری راه رو باز کنن دیگه، سلام و دعایی بکنن، یه سلام میکنن، ذوق به خرج بدن، متلکی بزنن، نمیدونم یه جوکی تعریف کنن. یکی عزیزانی تعریف میکرد که میگه رفت ازدواج اول که ازدواجش به اصطلاح که بود شب اولش، میگه من مونده بودم چی بگم. بعد دیگه دختر خانم هی منتظر بود که من چیزی بگم، اونم چیزی نمیگفت. آخرش گفت که خب یه چیزی بگو. گفتم که مامان چطور بود؟ خوب بود؟ واقعا جناب دکتر این موضوع خب برای الان خصوص افرادی که زیاد با هم رابطه نداشتن، حالا یک فضاهایی ما داریم در جامعه خودمون، به هر حال به تنوع به هر حال عرف‌هایی که در جامعه ما هستن و قوم‌هایی که داریم فضا بازه و چه بسا که اصلا این ازدواج فقط یک اعلانه و حتی شاید 2 ماه بعد بچه‌م به دنیا میاد، ولی فضاهایی داریم که بسته است. این فضا حتی شاید این ارتباط تلفنی هم نبوده، شاید اصلا طرف جرئت نمی‌کرده که طرف خونه عروس داماد اگر میرفت با به هر حال چوب و سنگ دنبالش راه میافتادن. الان برای اولین بار خیلیاشون مثلا با هم دارن می‌نشینن و صحبت میکنن و دختر خانم خب الان حتی آقا پسر برای آغاز صحبت شاید راحت نتونه صحبت بکنه، همینه که مجبور میشه مثلا مامان چطور بود، بابا چطور بود، در حال کم یعنی 5 دقیقه پیش پشت در دیدشون. واسه همینه که میگیم که این به اصطلاح رابطه رو چطور صمیمی کنیم. ببینید یک راهکار بسیار زیبایی هست، یه روتین هست. ببینید ما یک روتین‌های سنتی خداوند به ما میده که در کمال سادگیش خیلی حلال خیلی از مشکلات هست، تاثیرگذار خیلی. یعنی شما تصور کنید الان من و شما اومدیم داخل استودیو، خب من طرف راست بودم مستقیم اومدم تو. الان اگر چرا نه شما احساس کردید که این بی‌تربیتی هست؟ قانونه. خب قانونه که هر کسی که راست بود بفرماد جلو. بله. حالا تصور کنید جایی که مثلا این قانون رو بلد نیستن، حالا من میگم شما بفرما، شما میگید شما بفرما، شما بزرگتری، شما کوچیکتری، شما فلان 2 ساعت وقتمون ضایع میشه. چقدر از عمر انسان تلف میشد اگر همین قانون نبود. در مسئله ازدواج خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما یاد میدن که وقتی رفتی داخل مثلا حجله اول چیکار میکنی؟ اول آقا 2 رکعت نماز میخونی. 2 رکعت نماز و بهتریش همینه که مثلا آقا پسر میاد امام میشه و دختر خانم هم پشت سرش 2 رکعت نماز میخونن. 2 رکعت که میگیم دیگه 2 رکعته ها دیگه، سوره به اصطلاح تراویح نمیخونن، سوره بقره و نساء رو هم نمیخونن. یه قل اعوذ برب الناس بخونید، یه قل اعوذ به اصطلاح قل یا ایها الکافرون بخونید، یه قل اعوذ برب الفلق بخونید. به اصطلاح سوره کوتاه 2 رکعت نماز میکنه. خب الان با این نماز چی میشه؟ یه نوع قدسیتی به این دیدار داده میشه. اون به اصطلاح اولا اینه که شیاطین و به اصطلاح افکار وسوسه ها اینا همه طرد میشه. خیلی جو طبیعی میشه، خیلی خودمونی میشه. بعد از اون آقا پسر دستشون رو میذارن روی سر خانمشون و دعا میکنن که خداوندا اللهم انی اسالک خیرها و خیر ما جبلتها علیه. خدایا و الها همه خوبی هایی که در این خانم هست من از شما تمناش دارم که این خوبی ها از من بشه و هر چی که خوبی که تو این خلق کردی و تو این گذاشتی اینو مال من بشه و اعوذ بک من شرها و شر ما جبلتها علیه. و هر شر و بدی که در هر انسانی که به هر حال جوانب منفی هست من از اونا پناه میبرم به توی خدای بزرگ، هر شر و بدی که در این خانم هست. و دعا میکنه که اللهم بارک لی فیها و بارک لهم فیه. خدایا بر من اینو زندگی من رو زندگی مبارکی قرار بده، برکت بده در زندگی من، در خانمم برکت بده در نزد من و برای من برکت بده برای ایشون و خانوادهشون و دعا میکنه. خب این دعا چی میشه؟ خب خانم هم دیگه آمین میکنه، شریک دعا هستن، ایشون هم دعا میکنه. این فضا رو یه فضای بسیار خودمونی و عادی میکنه.
اگه دعا یادش نیومد چی جواب؟ دعای یادش نیومد مثلا خب دعای عربی یادش نیومد، هی من کرد اللهم اینی خب در اونجا سوره حمد شاید یادش بره. شما حالا هیچ اشکال نداره سوره حمد هم یادش بره، غلط غلط هم بخونه، به هر حال خداوند هست از دلها. یک وسیله است برای ایجاد یک ارتباط راحت و مطمئن و کاهش اون استرس و اون ما تنها به اصطلاح نمی‌خوایم که استرس برطرف بشه، ما می‌خوایم که این یه جو روحانی بشه. استرس تنها به اصطلاح نه، بلکه یک به اصطلاح وسوسه‌هایی هست، این شیاطینی هست، یک نمیدونم همه اینا رو، این فضا رو یه فضای بسیار پاکی کنیم، بدور از همه وسوسه‌ها و شیطان‌ها و همه اون بارهای منفی که در طرفین هست. خب حالا این فضا رو به وجود آورد، بعد از اون بگن بشنون. ببینید ما در قضیه ازدواج خب میخوایم که یه نوع به هر حال یک نوع لذت بردنی هست، یه نوع شهوتی هست که به اصطلاح میخواد اشباع بشه. این شهوت در یه نقطه خلاصه نمیشه، مگه نه است که ما داریم که چشما زنا میکنن، درسته؟ گوشا زنا میکنن، دست زنا میکنه، پا زنا میکنه. پس زنا یه نوع احساس لذت هست. ببینید وقتی طرف میاد به یه نامحرم چی میده، با همین حرفا چقدر لذت میبشه، یا گوشش میشنوه چقدر لذت میبره، یا خودش دنبال نمیدونم یه سوژه‌ای میره، ببین پاهاش چقدر لذت میبرن که قدم میزنن. حالا بذاریم این دیدار اول همه ارکان جسم لذت ببرن، چشم نگاه کنن به هم دیگه، از به اصطلاح زیبایی که خداوند در خلقت هر انسانی گذاشته، به خصوص زیبایی که به اصطلاح بعد از اون به اصطلاح حد و مرزهایی که هست، لباس پوشاک به اصطلاح برطرف میشه، بسیاریش یا دیگه رابطه زیاد رسمی باشه، خیلی خودمونی و راحت باشه، که به اصطلاح از خودمونیش هم یک مقداری خودمونی خیلی خودمونی تر. خب که به اصطلاح این مرحله ای هست که به اصطلاح فقط بین زوجین هست. خب هم دیگر رو تماشا کنند، حرفای زیبا بشنوند و بگن، نمیدونم هم دیگر رو لمس کنند، نمیدونم قضایی که به اصطلاح در همچین فضایی به اصطلاح خیلی از مواردی که حرام بود الان همش، خیلی از موارد نه همه مواردی که حرام بود الان حلال شده. جناب دکتر در همین موضوعی که شما اشاره کردید الان چون قرار شد خیلی راحت صحبت بکنه و این دغدغه بسیاری از عزیزان هست و حتی میشنویم در صحبتایی که مطرح میشه، حالا چه به عنوان یک خاطره بعدها مطرح میکنن برخی از عزیزان یا اینکه واقعا باش درگیرن. رابطه خود همین آغاز صحبت الان یک مشکل، خیلی وقتها این صحبت کردن این مشکل میشه. حالا از صحبت کردن هم که بگذاریم، به هر حال این رابطه زناشویی یک رابطه خاص هست که یک بخش بزرگی از این رابطه یک رابطه زناشویی جسمی است. الان این رابطه خب وقتی که بخواد آغاز بشه، اگر حساسیت نشون داده شد مثلا از طرف دختر خانم غالبا و واکنش نشون داده بشه، شاید داماد این ترس رو داره که شاید این حساسیت، این وسواس سبب بشه ناراحت بشه، از من رابطه به هم بخوره و چه بسا خود همین امتناع از آغاز این رابطه به این شکلش در این بودش امتداد پیدا میکنه، یعنی 2 روز 3 روز 1 هفته تا 1 ماه، حتی برخی‌ها میگن که ما در 1 ماه اول زندگیمون در فضای خلوتی که با هم بودیم خودمون فقط خبر داشتیم که اصلا من این گوشه میخوابیدم اونم اون گوشه میخوابید و فقط من میومدم سلام علیکم حاج خانم حال شما چطوره، سلام آقا حال شما چطوره، جوک میگفتیم، میخندیدیم، شوخی میکنیم، اما فقط انگار که ما 2 تا دوست هستیم، مثل 2 تا همکلاسی که دیروز با هم بودیم و توی خوابگاه با هم اتاقیم. یعنی این رو چطور میشه شکست؟ یعنی حالا بعضی وقتا حتی شاید شده عروس خانم تا داماد من دستش گرفته یه جیغم کشیده و فرار کرده رفته از اتاق بیرون. اینو چیکار میشه کرد؟ این مشکل خیلی از عزیزان هست. این راه حلش چیه؟ این مواردی که هست به اصطلاح در اینجا خانواده ها خیلی مقصرن که به اصطلاح آگاهی ندادن. دختر خانمی که تمام عمرش در یک عفت، در یک به اصطلاح فضای بدور از جنس مخالف بوده و آگاهی هم الان نداره، خب این نوع حرکت ها کاملا طبیعی است. خب اینجا باید هر یکی از طرفین که مثلا همچنین واکنشی نشون میده، باید طرف دوم خیلی عاقل باشه و این رو به عنوان به اصطلاح یک امر بسیار طبیعی تلقی کنه. خب و این خودش به اصطلاح بیانگر یک نزاهت و یک زیبایی و یک عفتی هست. خب جای نگرانیش اصلا نیست.
خب در شب اول، شب دوم ببین نزدیکی ها به اصطلاح همش اینا عشق ساختنی هست. عشق رو اینجا میسازیم، بناش میکنیم. خب یه مواردی هست که به اصطلاح رسیدن به هدف آسان‌تر هست، این مواردی هست که همچنین مواردی پیش میاد که اینجا به اصطلاح باید همدیگر رو تحمل کنیم. خب در این فضا ببینید هیچ چیزی به نام عیب وجود نداره، به نام شرم و حیا وجود نداره. خب یه فضای بسیار کاملا به اصطلاح باز هست، اما خب یه نوع واکنش هایی احتمالش هست. بله. خب حالا این واکنش سببش چی است؟ سببش یک نوع ترس واهمه ای هست، یک نوع اوهامی که در ذهن دختر خانم ساخته شدن که به اصطلاح این درد هست و به اصطلاح بعضی مسائل این هست، یا نه خودشون به اصطلاح فقدان آگاهی که به اصطلاح اصلا زندگی زناشویی این مرحله بسیار مهمی هست و اصلا واسه همین مرحله هست. خب این رو بهش یاد ندادن، این رو مثلا آقا پسر بسیار ساده، بسیار راحت این مسائل رو مطرح میکنن، با هم حرف میزنن، میگن، از این اونجا میگن، از اونجا میگن، از هر چه دلشون میخواد با هم دیگه میگن. خب و یه نوع به اصطلاح تحریک به اصطلاح شهوانی هم ایجاد میکنن. همین به اصطلاح حرف زدن ها، همین به اصطلاح کنار هم دیگه نشستن ها، نمیدونن لمس کردن ها، همه اینها یک نوع به اصطلاح شهوت رو تحریک کردن هست، انگیزه رو برانگیختن هست برای دست یافتن به هدف است. حالا اگر مثلا باز هم نشد، اینجاست که هیچ عیبی نیست، هیچ عیبی نیست. ببینید الان دیگه همه خانواده ها دیگه میدونن که چی بیشی هست. خب الان مثلا اگر آقا داماد بیاد مثلا همون به اصطلاح مادر خانومش که باید قبلا پچ رو گوشه به اصطلاح دخترش میکرد و نکرده بود، حالا آقا داماد بیاد یه پچی تو گوشه مادر خانم کنه، چه اشکال داره؟ بیاد به اصطلاح روز اول نه، دوم نه، سوم ندید که به اصطلاح قضیه داره طول میکشه و مادر خانم باید انجام میداد، داماد برای خانم انجام میده. حالا انجام داد، داماد که به اصطلاح شب اول این کار رو به اصطلاح میخواد پیچ بشه رو میگه، اما خب شاید طرف قبول نکنه. خب اینجاست که به اصطلاح کمک میگیره از مادر خانومش، از خاله خانومش، از کسی که به اصطلاح الان مطرح هست در این قضیه. حالا مثلا این شرمی نیست که انسان احیانا وقتی که مشکلی رو مشاهده میکنه در اول زندگی، این رو با افرادی که احساس میکنه میتونن این مشکل رو حل بکنن در اون محدوده‌ای که نیاز هست در میان بگذاره. و در میان گذاشتن فقط و فقط ببینید قضایایی که در داخل به اصطلاح اتاق خواب یک عروس داماد هست، اینها یک سر کاملا 100% سری هست. این نباید به هیچ عنوان به خارج درز کنه، به هیچ کسی. الان یه به اصطلاح ما نمیخوایم یه چیز رو، یک عیب رو، یک چیز رو درز بدیم یا یک موردی رو، الان ما میخوایم که یک مشکلی رو حل کنیم، یک رابطه رو میخوایم آغاز کنیم که هنوز آغاز نشده. خب الان کی رو میگیم؟ تنها به کسی که دهنش قرص هست و به اصطلاح این دو نفر رو تا حد مرگ دوست داره. که این کی میتونه باشه؟ مثلا در همچنین مواردی مهمترین شخص مادر دختر هست یا مادر بزرگ دختر یا خاله دختر، این کسی که به دختر خیلی نزدیکه و میتونه خیلی راحت این مسئله رو به اصطلاح بفهمونه. خیلی از مسائل بود که اصلا مثلا همین قضیه رو باز کردنش برای دختر تا قبل از شب ازدواج حتی شاید برای مادر مشکل بود، اما الان دیگه مادر میتونه راحت‌تر بگه چون مرحله عملی شده. اینجاست که به اصطلاح ما نباید این رو بذاریم که طول بکشه تا خدای نکرده به اصطلاح یک نوع تصور اشتباهی در ذهن داماد بیاد. ببینید که اینجا شیطان خیلی فعال هست، هم شیطان به اصطلاح جنی که هست، وسوسه و ایناهی هم که انجام میده، و هم شیاطین انس. در ازدواج که حالت بسیار بحرانی رو به وجود میاره. درسته شادی‌هایی، یک روابطی، یک نمیدونم خوشی‌هایی رو ما میسازیم، اما در این حال خیلی از افراد حسود هستن، خیلی از افراد حقود هستن، خیلی از افرادی هستن که نمیخوان به هر حال این رابطه به اصطلاح کامیاب و موفقی باشه. اونا حرفای خودشون رو میزنن. واسه همینه که در اینجا در قضیه به اصطلاح ازدواج و مثلا اتاق خواب
اینجا آقا پسرها و خانم دخترها کل آنچه رو که از روستایشون، از رفیقاشون، از این ور اون ور شنیدن، همه رو باید بندازن دور. تنها حرفی که اینجا میتونن بهش اعتماد کنند یا بهش عمل کنند، حرف اون اشخاصی هست که اینا رو خیلی دوست دارن. مادرها، پدرها، عموها، عمه ها. خب اگه خیلی روشون نشد بگن و نمیگن، اون موقع چیکار کنن؟ نه ببینید، اینجاست که به اصطلاح ما در دین هیچ شرم نداریم. مسائلی هست که دیگه الان این مسائل مثلا حاد شده، 2-3 روز هست دختر خانم وحشت داره یا تصور اشتباهی داره یا این مسائل رو اصلا تفهیم نشده، یا حتی آقا پسر یعنی مثلا شنیده از آمیزش اما نمیدونه مثلا شیوهش چی هست فلان هست. اینجاست که اینا رو دیگه باید به نزدیکترین افراد درس بدیم تا اونا بیان نصیحت بکنن، بیان راهکار جلو بدن. اینجا مثلا یک کاری نیست که برای اولین بار در تاریخ صورت بگیره که مثلا کسی ندونه راه حلی نداشته باشه. این شاید 2 نفری که ازدواج میکنن الان چند صد و نمیدونم چی میلیارد شماره چند چی هستن که دارن از بنی آدم ازدواج میکنن. خب یعنی کار جدیدی نیست و بسیار بس راه حل ها همه وجود داره و مواردی این چنینی که برای ایشون میوه برای هزاران و میلیون ها انسان به وجود اومده و تموم شده. اینه که اینا رو باید. یه موارد دیگه هست که اصلا به اصطلاح مشکل ساز میشه و اون هم موارد فیزیولوژی هست که در خود به اصطلاح خانم ها هست. اینو جناب دکتر اگر اجازه بدید، چون این موضوع مهمی است، بحث نشانه دختری و مواردی که در این باب هست رو اجازه بدید میان برنامه بگیریم که بینندگان عزیزم بحث طولانی نشه. ان شاء الله باز برخواهیم گشت و موارد دیگر رو بعد به همراه شما عزیزان مطرح بکنیم با صراحت و بدون هیچ گونه شرمی و به خاطر اهمیت موضوع و به خاطر حفظ زندگی فرزندانمون و عزیزانی که ازدواج میکنن و این مسائلی است که باید مطرح بشه و وظیفه والدین هست در وهله اول و نزدیکان به هر حال عروس و داماد و این مسائلی هست که باز هم تاکید میکنیم نباید چرا خاموش از کنارش بگذاریم و در چارچوب خودش در محدوده خودش با رعایت ادب و احترامش این مسائل رو ما باید مطرح بکنیم. میان برنامه میبینیم برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با ادامه موضوع، با اعلان این موضوع که عزیزانی که سوالی، نظری، پیشنهادی و یا انتقادی دارید در هر خصوص موضوع برنامه حتما با ما در میان بگذارید. ان شاء الله باز مطرح خواهد شد. بعد از میان برنامه باز راه‌های ارتباطی را برای شما عزیزان مطرح خواهیم کرد. هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني
نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني يا رب فاملأ بالمحبة بيتنا والود والإخلاص والإيمان بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران در ادامه موضوع شب اول زندگی همچنان با شما خوبان و عزیزان هستیم. شبی که شب بسیار رؤیایی است و شبی که شب بسیار پرخاطره است و من یک پیشنهادی میکنم به عزیزانی که دستن در کار گرفتن مراسم ازدواج هستن حداقل دقت بکنید یک موضوع رو که یک مشورتی بکنید حداقل با آقا پسر و دختر خانمی که عروس و داماد هستن در تعیین وقت ازدواج حداقل و تاریخ ازدواج، چرا که برای آقا پسر که به هر حال هر زمانی شاید مشکل ساز نباشه، برای خانم ها به هر حال به خاطر شرایط جسمی در حداقل مراسم ازدواجشون در وقتی باشه که در حالت طهارت و پاکی هستن تا شب به هر حال اول زندگیشون و اوایل زندگیشون خاطرات براشون زیباتر باشه. این رو من به خاطر اینکه برخی از عزیزان میگفتن که ما به هر حال شب اول زندگیمون مصادف شد با روزهایی که برامون زیاد مناسب نبود. البته این بسیار اشتباه است که اصلا قضای بسیار ازدواج وقت ازدواج رو خانم تعیین میکنه که از تاریخ فلان تا تاریخ فلان باشه خوبه. وقتی رو که به اصطلاح ممانعت اومد از طرف اونها نباید به هیچ عنوان در این به اصطلاح، چون خیلی وقتی شما دکتر میگن آقا ما تالار گرفتیم، من نمیدونم ما مراسممون رو تعیین کردیم، یک وقتی تعیین میکنن دعوت میکنن بعد دیگه اینجا حالا خانم هم دیگه مجبور میشه، آقا پسر و دختر خانم. حالا دیگه من به اصطلاح ببینید در مسائل ازدواج بسیار باید آگاهانه پیش رفت. ازدواج مال آقای فلانی است با خانم فلانی. پدر مادر که اینقدر نزدیکن و اینقدر به اصطلاح اهمیت دارن، در اینجا اهمیتشون بسیار کمرنگ میشه. خواسته های ما آقا اینجا به اصطلاح تعطیلات تموم میشه، نمیدونم ما سفر داریم، نمیدونم خاله دختر از آمریکا اومده میخواد بره، نمیدونم فلان، بره تعطیلات تموم بشه، نمیدونم چی ما میخوایم اینا رو خوشبخت کنیم، میخوایم اینا به اصطلاح کام و مرادشون برسن، یا میخوایم که یه باری رو از دوش خودمون بندازیم پایین؟ نه، بره خاله، بعد خاله تبریکشو گفت رفت، روز بعدش ازدواج میشه. خب نمیدونم فلان شخص نمیدونم چلهش هست و فلان هست، این مسائل رو باید انداخت دور. مرد و رفت، خدا رحمتش کنه، زنده اومد و رفت، خدا به اصطلاح بدرقش کنه و به اصطلاح سفرش به خیر بگذره و زندگیش خوب باشه. نباید ما به خاطر خواسته های خودمون و حرف این و اون بیاییم یک کلبه زیبایی که میخواییم
عشق رو در اینجا شعله ور کنیم، این رو بیایم مثلا این شمع زندگی و شمع سعادت رو به هم بزنیم. این قضیه به طهارت خانم و ایام پریود یا ایام به اصطلاح ماهوارگیش، این باید به هر حال مادرها اینجا نمیدونم چی کارن، خانم‌هایی که توی این خانواده هستن اگر همچین موردی صورت گرفت همه اینها به اصطلاح مسئولند و مقصرند. حالا در همین باب جناب دکتر شما پیشم درآمدی داشتید قبل از میان برنامه، حالا من از احمد جان راههای ارتباطی بینندگان عزیز رو هم بنویسید تا عزیزانی که احیانا سوالی دارن در این باب یا نظر و پیشنهاد و حتی انتقادی با ما در میان بگذارید، حتما در برنامه یا در خلال برنامه‌های پیش رو مطرح خواهد شد. از طریق SMS پیامگیر ما، از طریق صفحه ما در فیسبوک، از طریق تلگرام، از طریق واتساپ، به راه‌های مختلف هر کدوم که برای شما مقدر هست میتونید برای ما پیام بفرستید، سوال‌ها، نظرها و پیشنهادات خودتون رو با ما مطرح بکنید. جناب دکتر، یک موضوعی که الان بسیار روش ویراژ داده میشه و بسیار پررنگ در بحث ازدواج و الان خصوص در موضوع شب اول زندگی و الان خصوص در رابطه زناشویی بین عروس و داماد، بحث خود رابطه زناشویی وقتی که مطرح میشه بحث نشانه دختری است. آنچه که به هر حال خیلی وقتها متاسفانه از طرف داماد این گونه تصور شده که خانمش اینجوری برداشت کرده، یعنی فکر کرده که با توجه به حال تصوراتی که در ذهنش داشته که خانمشون این نشانه رو نداشته و این رو گذاشته به حساب اینکه ایشون یا خیانت کرده به من یا رابطه‌ای داشته قبلا و چه بسا که این سبب شده که اصلا کلا متنفر شده ازش و یک سبب ایجاد یک تفرقه و یک اختلاف بزرگ شده و جنگ شده. و بارها ما از خیلی از عزیزان شنیدیم که گفتن حتی در یک خانواده عزیزی میگفت که خانواده بسیار محترم، پسر و دختر خانم از یک خانواده بسیار متدین، بسیار دیندار، دختر خانم خودش پایبند، فقط به خاطر تصوری که داماد داشته که آقا من این نشانه رو ندیدم در وجود همسرم و این سبب شده که طلاق کشیده و بدنام کرده خانواده طرف رو و جنگ بین دو طایفه حتی ایجاد شده، چون این دو تا خانواده که جدا شدن باز طایفه هم درگیر شدن. الان در این باب برای کسانی که در شرف ازدواج هستن یا عزیزانی که به هر حال میخوان ازدواج بکنن یا حتی عزیزانی که ازدواج کرده اند اما هنوز در دلشون احساسی وجود داره نسبت به این موضوع، یک سری تصوراتی داشتن و الان احساس میکنن که اون نبود، حالا روش نمیشه به خاطر احترام خانمش، محبت به خانمش، دوستش داره یا به خاطر خانواده و به خاطر آبروی خودش، ولی یه چیز در دلش هست هنوز. این نشانه دختری چقدر مهمه؟ آیا همه دارن؟ آیا چطور میشه متوجه شد که اصلا این هست یا نیست؟ و چقدر اصلا باید ملاک باشه در موضوع بحث الان این اصلا شده معیار عفت و چه بسا ما میبینیم که در جاهای در برخی از مراسم متاسفانه حتی یک سری رسم‌های عجیب و غریبی است که حتی یک دستمال سفیدی بعد به همراه عروس و داماد باشه که بردا این رو به هر حال با چند لکه خون باید تحویل بدن که ثابت بشه که این نشانه وجود داشت. چقدر این مهمه و چقدر باید ملاک باشه و معیار باشه و چطور میشه تشخیص داد اصلا؟ ببینید، من میخوام که اینجا یک قضیه رو خیلی ساده بستش بدم و بگم که خیلی قریب به اتفاقه که حرفهایی که رو زبانها هست در مورد نشانه دختری دروغه و یک نوع اغراقاتی هست که افراد به خاطر اینکه نشون بدن که آقا من چنینم این مسائل رو مطرح میکنن. ببینید از طرف دختر خانم هست هم از طرف آقا پسرها هم از طرف دخترها که آقا پسر میخواد بگه که من نمیدونم مردم و نمیدونم رستم دستان دیگه، من به اصطلاح صد کارون رو شکستم و نمیدونم دریای خون جاری شده. همچین مسائلی اصلا وجود نداره. کسی هم گفته قریب به اتفاقش دروغ است. قضیه یه به اصطلاح نشانه دختری یه پرده‌ای هست که اصولاً این پرده پاره است، باز هست. یک به اصطلاح اگر این پاره نباشه، از اصولاً به اصطلاح پاره نباشه یا راهی نداشته باشه، این یه بیماری هست که وقتی که به اصطلاح دختر خانم هایی که به اصطلاح این پردهشون کلاً مسدود هست، خب اون خون ماهواری نمیاد بیرون، راه ورودی به رحم راه ورودی به رحمه، به اصطلاح اون خونه که به اصطلاح
عادت ماهیانه است نمیاد بیرون، ترشحات مهبلی نمیاد بیرون. این باعث میشه که خب یک نوع عفونتی پیشاد میشه که اون دختر خانم‌ها رو میبینیم که دردهای بسیار وحشتناکی در زیر شکمشون احساس میکنند که میرن و به اصطلاح عمل جراحی انجام میدن که این عمل جراحی جالب اینجاست که این عمل جراحی یه عملی هست که بدون درد هست. یعنی اینی که این پرده بکارت یا نشانه دختری این کلن یه پرده ای هست که هیچ گونه اعصابی در اون وجود نداره. حالا عدم وجود اعصاب مثل یه ناخن، مثل یک نمیدونم مویی که سر که درد نداره، این هم درد نداره. حالا بس این قصه حکایت دردهایی که هست اینا از کجا به وجود اومده؟ ببینید بعضی از افراد خب درد داشتن که دردش اصلا نتیجه چیزی دیگه هست. اون به اصطلاح آلت تناسلی که در خانم ها هست این یک مجموعه از عضلات هست و به اصطلاح همین عضلات هست که اینا بست پیدا میکنه. واسه همینه که ما میبینیم که به اصطلاح سر جنین چطور میاد بیرون؟ انقباض انبساط داره. خب وقتی که خب چیز طبیعی هست، انسانی که دلهره داره، انسانی که ترس داره، وحشت داره، بهش گفتن که نمیدونم درد هست فلان هست، این خود به خود یک نوع انقباضی به وجود میاره. خب وقتی انقباض به وجود اومد طبیعی هست که به اصطلاح یه نوع دردی به وجود بیاد. این درد به خاطر چی هست؟ به خاطر عضلات هست، نه به خاطر به اصطلاح اون نشانه دختری که به اصطلاح در ذهن برخی از عزیزان هست. پس اصولا نشانه دختری یک راه بازی هست. بله. خب اما این راه باز به اندازه این هست که به اصطلاح طبیعی هست و نیاز به اصطلاح بیرون اومدن اون خون به اصطلاح ماهواری بود. الان این نیاز به یک به اصطلاح گشایش این راه هست. خب به طور طبیعی این راه گشوده میشه خب در هنگام آمیزش، اما خب قبل از این به اصطلاح به هر حال اینا به هم نزدیک شدند، یک نوع تحریکی ایجاد شده، این باعث شده که ترشحات مهبلی ایجاد بشه. اینا وقتی میشه که به اصطلاح طرف وقتی که آمیزش میکنه این نشانه وقتی که به اصطلاح پاره تر میشه احیانا خیلی رقیق هست، خونش بسیار کم هست، خونش در همین ترشحات گم میشه. احیانا که به اصطلاح بیشتر خون میاد اینه که خونش دیده میشه و اون هم دیده شدنش بسیار پررنگ نیست، بسیار به اصطلاح چیزی نیست که به اصطلاح بیان داد بکشن که آقا سدی پاره شد و نمیدونم خون ریزی شد. نه، اگه در مواردی هم که خون ریزی هایی صورت میگیره این خون ریزی ها رو باید به یک پزشک مراجعه کنن، چون که این خون ریزی ها بیشتر سببش چی هست؟ سببش همون انقباضی که صورت گرفته و آقا پسر هم که به اصطلاح فکر میکرده که الان باید ثابت کنه که مرد هست و رفتاری که انجام داده یه رفتار ملایم و ملاطف نبوده، یه نوع شدت عمل به خرج داده، باعث یک زخم‌هایی شده که این زخم‌ها باید مداوا بشه یا تمیز بشه. البته زخم‌هایی که در مناطق حساس جسم هست زود التئام پیدا میکنه. اگر ما اینا رو تمیز نگه داریم، نذاریم که جراثیم جمع بشه و عفونت بکنه، زیاد خطرناک نیست. در هر صورت یعنی اینی که ما بیایم تصور کنیم که یک نوع مثلا خونریزی صورت میگیره، یک نوع، این تماما تصور بسیار اشتباهی است. اگر شما به اصطلاح خونی رو ملاحظه نکردی در اثناء به اصطلاح آمیزش یا در به اصطلاح در ترشحات مهبلی این خون ضایع شد، این به هیچ عنوان به شما حق نمیده که خدای نکرده در عفت طرف طعنه وارد کنید. خب خون قابل ملاحظه اصلا وجود نداره. خب اون خونی که اگر احیانا خونی به اصطلاح خیلی پررنگ دیده شد و خیلی زیاد بود، این رو باید بدونید که اینجا یک زخمی در غیر از به اصطلاح پرده بکارت یا نشانه دختری وارد شده. اگر دردی هست، خب این قضیه اصلا درد یک وهمی هست که بعضی از خانم ها به خاطر نمیدونم همون قضیه انقباضی که بوده که زخمایی رو برداشت کردند، یک نوع دردهایی دیدن، همیشه این رو تعریف کردن. خب چون تعریف کردن به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بگن ما
پاک بودیم، پاک دامن بودیم، فلان بودیم. این که از طرف اون عرفی که بر جامعه هست متهم نشن. الان در طرف مقابلش کی هست؟ خیلی از خانم‌های دیگه هستن که اینها اکثریتن که این خانم‌ها مثلا هیچ دردی احساس نکردن. عدم احساس درد این طبیعی است، چون که این پرده اصلا هیچ گونه اعصابی نداره که به اصطلاح دردی وارد بشه. دوم اینی که به اصطلاح خب ترسیدن که اگر ما نگیم ما درد داشتیم نکنه که جامعه ما رو متهم بکنه. خب همون حکایت به اصطلاح همون که در کتاب‌های قدیم می‌خونیم که پادشاهی بود و نمیدونم دو تا خیاط اومدن گفتن که آقا ما لباس آنچنانی میدوزیم برای پادشاه، اینا هم که به اصطلاح می‌خواست همیشه شیک باشه و نمونه باشه، اما گفتن این لباس ما یه ویژگی خاصی داره که این ویژگی رو آدمایی که به اصطلاح بدکارن نمی‌بینن. این شرط خیلی خطرناکی بود. خب اینا هم پادشاه هم پولای بسیار گزافی بهشون داد و اینا واسه خودشون یه کارخانه وهمی زدند و شروع کردن به خیاطی این لباس و پول خیلی گزافی گرفتن. حالا پادشاه چیکار میکرد؟ وزیرا رو میفرستاد برید ببینید که این لباس به کجا رسیده. خب میرفتند و می اومدن، خب چیزی نمیدیدن، اما خب چی بیان بگن که ما ندیدیم بعد جامعه بگه که آقا اینا بدکارن؟ خب نمیشد. می اومدن هی تعریف میکردن که آقا این چنین لباسی بود، من نمیدونم آستیناش شد این بود و فلان بود و چقدر برق میزد و فلان. خب تا آخر اومدن پادشاه رو هم لباسشو کشیدن و همون لباس وهمی رو به تنش کردن. پادشاه حالا هیچی نمیدید، میدید که برای من لختم کردن، اما جرئت نداشت حرفی بزنه که تا تمام ملت خواهند گفت بدکار است. دقیقاً همچین حکایتی است اینجا که یه وهمی رو درست شده. حالا سبب این درست شدنش آیا واقعاً یه دردی بوده به خاطر همون انقباض مهبلی و یه خونریزی بوده به خاطر زخم آلت تناسلی، زخم‌های غیر از اون به اصطلاح نشانه دختری، و این رو تکرار کردن. حالا بعضی عزیزای دیگه هم که به اصطلاح بعداً ازدواج کردن، خب به خاطر اینکه کسی نگه اینا بدکارن، خب گفتن بله دردی بوده و نمیدونم خونریزی و فلان و از این حرفا. آقا پسرها هم چون که به اصطلاح همچین چیزی شنیدن که باید یک نمیدونم سد کارونی رو باید شکست دیگه، اگر بگن که اینطور نکردن خب اطراف روشون شک میکنن پس مردونگی چی شد. خب اینا هم برای خودشون یک به اصطلاح اوهامی رو یکی گفته و بقیه هم یک کلاغ چل کلاغ منتقل کردن. این رو باید در ذهن داشته باشن، همه عزیزان این رو باید در ذهن داشته باشن که همچنین موردی وجود نداره. قضیه بسیار طبیعی، بسیار ساده است. اصلا خانم هایی که مثلا مواردی داشتن، مثلا اون دختر خانم هایی که به اصطلاح کلا راه بسته بود و اونا رفتن به اصطلاح بیمارستان عمل کردن، اصولا با خودشون یک شهادتنامه پزشکی دارن که در مثلا چند سالگی این دختر خانم همچین موردی داشت، رفتیم مثلا گواهی پزشکی گرفتیم و این مورد به وجود اومد. اما در عموم نباید این رو به هیچ عنوان بذارن که شیطان اینجا وسوسه کنه و تو دلشون یه چیزی بندازه که اینجا یه چیزی بود و ما ندیدیم، یه تصوراتی که به اصطلاح تو اذهان هست این رو باید کلا از ذهن برن بیرون. هم دختر خانم ها که فکر کنن که به اصطلاح اینجا یه درد وحشتناکی هست و فلان، اگر دردهای وحشتناکی بود، اگر مواردی این چنینی بود که غیر طبیعی هست، اون وقت باید حتما به پزشک مراجعه کنن تا مورد رو حل کنن، چون که مثلا احیانا این انقباض انبساط‌ها طوری میشه که دیگه کلا راه بسته میشه یا طبیعی نیست. این مشکل جسمی حساب و اینو خیلی بسیار بسیار نادر هست که همچین اتفاقاتی بیفته. انشالله که این موضوع برای عزیزانی که به هر حال این موضوع براشون مهم هست جا افتاده باشه، به حل شده باشه و واقعا هم مردانگی به نیست که ما بیایم و به خاطر یک تصور و برداشت نادرست زندگی خودمون، زندگی اطرافیانمون، زندگی چند خانواده و حتی چند فامیل رو به هم بزنیم به خاطر اینکه یک برداشت نادرست و به جایی داشتیم از این موضوع. اجازه بدید جناب دکتر به همراه شما و بینندگان عزیز میان برنامه کوتاه ببینیم. من مانیتورای روبروی من قطع شده و احمد جان میگه میان برنامه بریم تا تصاویر رو برگردونیم. در خدمت شما عزیزان خواهیم بود باز ان شاء الله با ادامه موضوع. نور
في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع علیم. و به مردان و زنان بی همسر و نیز غلامان و کنیزان شایسته خیش همسر دهید اگر فقیر و تنگ دست باشند، الله آنان را از فضل خیش دارا و بی نیاز می گرداند و الله گشایشگر داناست. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. بعد از سلام مجدد خدمت شما خوبان و سروران، همچنان با شما هستیم با ادامه موضوع شب اول زندگی، شب اول ازدواج و بایدها و نبایدها. جناب دکتر، محدوده رابطه زناشویی در شب اول زندگی به هر حال و شب اول ازدواج چقدر بد باشه؟ آیا الزاماً حتما این مهم هست که مثلا شب اول یا شب‌های اول حتما این رابطه صورت بگیره؟ خیلی جاها این اجبار رو از طرف خانواده و اقوام انجام میدن، یا حتما داماد فکر میکنه حتما باید وقتی که رابطه ازدواج شروع شد باید با این رابطه شروع بشه، یعنی زندگی مشترک باید با این رابطه شروع بشه. و چه بسا این تصور سبب شده باشه از طرف برخی از به هر حال عروس خانم ها که به هر حال این ترس های وهمی و آنچه که شما بهش برخش اشاره کردید هم سبب شده باشه این اضطرابات و پریشانی ها و ترس هایی که وجود میاد و این رابطه‌ای که شروع میشه در ابتدای شب اول زندگی، خصوص برای کسانی که قبلا ارتباطی با هم نداشتن، ببینیم که این دوری ها و فاصله ها مشاهده میشه. کاملا حرف شما به جاست استاد سلیمانی عزیز که یه نوع دلهره‌ای و یک نوع ترس و یک نوع خجالت و یک نوع بسیار رو درواسیایی در اینجا وجود داره. حالا درصدش چقدر هست؟ خب در محیط‌های مختلف، خانواده‌های مختلف، فضاهای مختلف، اینها درصدهای مختلف میتونه داشته باشه. به هر حال هرچی محیط بسته‌تر بوده این بیشتر هست، هرچی محیط بازتر بوده باز این دلهره‌ها و این ترس‌ها و واهم‌ها کمتره. هرچه باز پچ‌پچ‌هایی که این ور اون ور، داده‌های نادرستی که به طرفین القا شده، اینها هم که این دلهره و این ترس و این واهم‌ها رو بیشتر میکنه. در هر صورت ببینید دختر خانم ها، آقا پسرها باید بدونن که این زندگی شب نیست. خب اینا شما مال همدیگه شدید تا روز قیامت هم مال همدیگه هستید، بعدش هم مال همدیگه هستید. خب تو بعدش هم مال همدیگه هستید انشالله. و قضیه این نیست که به اصطلاح حالتی به اصطلاح روابطی باشه که شما محیط جامعه بر شما املا کنه و به شما بگه که امشب باید همه چی تموم بشه. نه، قضیه یک نوع محبت ساختن هست، یک نوع عشق هست، یک نوع دلهره ترسی که هست این رو برطرف کردن هست، این
رابطه یکی از زیباترین رابطه ها و به اصطلاح چیزی هست که به اصطلاح شهوت هر انسانی تمناش داره. اگر همین نمی بود خب چرا آقا پسر خانم دختر ازدواج میکردن؟ تمایل مردها بیشتره برای این کار تا خانم ها. طبیعی است که به اصطلاح هر دو طرف تمایل دارن. خب الان وقتی که مشاهده میشه خیلی ها وقتی که ذکر میکنن بعدن خودشون هم که حتی در چند ماه اول زندگی حتی شاید بعدها که مثلا حالت عادی برمیگرده و اون حالت برای آشنایی بیشتر میشه، میبینیم که عروس خانم مثلا بعدان خودش به زبون میاره احیانا که من در چند ماه اول فقط به خاطر احترام به شوهرم مثلا به شوهرش میگه که من تن به این خواسته میدادم و ناراض بودم کاملا. این رو چطور میشه جمع کرد بین این دو تا خواسته؟ به هر حال اصولا این چیزی هست که به اصطلاح واقعیت امر این هست که تمایل دختر خانم ها به این رابطه بیشتر است از آقا پسر خانم. اما اتفاقا الان بیننده هم برای ما پیام دادن که گفتن من با از تجربه شخصی خودم میگم که مخالفم با صحبت شما، چرا که حداقل خودم در هفته اول من اصلا از شب ترس داشتم و حتی بیننده دیگر. حالا خب بیننده اینشون ازدواج کردن این حرف میزنن، بیننده که باز ازدواج نکردن که سوالش بعد ببینید اصولا این میلان به اصطلاح جنسی، فوران میلان جنسی در خانم ها بیشتر است از آقایون تا عمر 40 سالگی. بعد از 40 سالگی در آقایون درصدش بالاتر میشه و اگر ما هم ببینیم بیشتر افرادی که به اصطلاح تن به ازدواج یا ازدواج مجدد میکنن بعد از 40 سالگی میکنن و اونایی که هم توصیه میکنن به ازدواج های مجدد در 40 سالگی به اصطلاح این رو افضلیت میدن و توصیهش بیشتر هست. اما چرا مثلا بعضی از خانم ها در اون لحظات اول در ماه عسل در اونجا یک نوع تمایلی نشون نمیدن؟ بیشتر برمیگرده به مسائل دیگه است، که زمینه هایی که ساخته شده. حالا این دختر خانم شاید مثلا از تنهایی و ترس و واهمه‌ای که به اصطلاح به وجود اومده در ذهنش از این میترسه، از نمیدونم اون قصه های خیالی که واسش گفتن که به اصطلاح درد هست و فلان هست و از این بحران ها و اینایی که تو ذهنش ایجاد کردن میترسه. همین دلهره باعث شده که به اصطلاح در به اصطلاح رابطه اول و دوم اینا اون انقباضی که در به اصطلاح عضلات صورت گرفته این باعث شده که به اصطلاح اون عضلات به زور از هم جدا شده. خب دردی داشته. خب این درد رو به اصطلاح فکر می‌کرده که هر دفعه که چون که به اصطلاح یه بار که درد داشت دیگه هر دفعه این درد رو احساس میکنه، چون که هر دفعه همون دلهره همون انقباض به وجود میاد و طبیعی هست که به اصطلاح خب درد میکشه. یا اون محیطی که بهش بوده یا اون حالتی که به اصطلاح آمیزش صورت گرفته باید اون حالت طوری باشه که این عضلات هر چی بیشتر راحت باشه و برخی از به اصطلاح روابط طوری که به اصطلاح شکل اجراییش یک شکل نادرست هست باعث میشه که این عضلات نتونه به اصطلاح راحت باشه، در نتیجه به اصطلاح طرف لذت نمیبره، احساس درد میکنه، احساس میکنه که به اصطلاح راحت نیست. اینه که باعث میشه که به اصطلاح متنفر باشه. پس این قضیه که به اصطلاح یه چیزی هست، مثلا مثالش اینه که من این چای رو میخورم، این چای شیرینه، شیرین هست، خوردنش چیه؟ خوشمزه است، لذت بخشه. اما من خوردم و احساس کردم که خوب نیست، مشکل تو چای نیست، مشکل تو دهن منه، تو ذائقه بنده است. من نمیدونم قبل از اینکه این چای رو بخورم نمیدونم یه بیماری دارم، یه چیز دارم، احساس دهنم تلخه فلان. این مواردی که پیش میاد استثنایی هست، این معیار نیست. که یه دختر خانمی همچنین موردی داشته به خاطر یک اشتباهی بوده، یه داده های اشتباهی که بشه اون ذهنی که ما میسازیم اونه که به اصطلاح مسیر ما رو مشخص میکنه که ما مثلا از این رابطه لذت میبریم یا نمیبریم. مگه همین رابطه نیست مثلا طرف رو فقط به خاطر اینکه یک زمینه تو ذهنش ساختن که این ازدواج اجباری است، این ازدواج نمیدونم به من تحمیل شده، این ازدواج فلان، این اصلا مثلا از اون چیزی که به اصطلاح باید لذت ببریم لذت نمیبره، متنفر میشه. این در واقع این دلیل این نیست که این چیز به اصطلاح بده یا مشکل روحیه تا مشکل جسمی. دقیقاً یک نوع به اصطلاح تصوراتی هست که اون ذهنیتی هست که ایجاد شده. حالا این دختر خانمی که همچین موردی داره بناهن بر همین تصورات هست. حالا راه حلش چیه؟ خیلی راحت، باید همه اون داده های منفی رو انداخت دور
زندگی شیرینی رو باید شیرین دید، باید ازش لذت برد. خب این فضایی که ایجاد شده، اون آرزویی که هست برآورده شده برای هر دو طرف، الان باید از این به بهترین صورت ازش استفاده درست ببرن. حالا اگر یه طرفی نمیدونم دلهره داره، باید این دلهره رو رفع کرد، نه اینکه باید خود رو بر دیگری تحمیل کرد. اینی که از اشتباهاتی هست که عزیزان مرتکب میشن که میخواد به اصطلاح به دیگران ثابت کنه، دیگران رو از زندگیتون بندازید بیرون. خب دیگران چه خواهند گفت، وقتی کسی خبر نباشه که تو خونه شما چی میگذره، میخوان چه بگن. خب اشتباه پس اینه که شما چرا اون به اصطلاح دایره‌ای که خاص شماست، دایره به اصطلاح اتاق خواب، این به هیچ عنوان نباید بیرون درز پیدا کنه. این رو چرا درز دادید و به اصطلاح شما دیگران رو شارژ کردید برای حرف درست کردن و نمیدونم یک کلاغ چل کلاغ کردن؟ پس مشکل باش خود شماست. خیلی ممنون جناب دکتر. بیننده دیگری پیام دادن و فرمودن که خواهری که من خواستگار زیادی هم دارم اما ترس دارم از ازدواج، این خواستگارا رو رد کردم و خیلی از این ترس من برمیگرده به مسائل زناشویی. حقیقتش آقای سلیمانی، حالا نباید میگفتم جلوی دوربین، اما خب ما الان داریم از این به اصطلاح حلوا گفتن به اصطلاح حرف میزنیم. از بس ما حلوا گفتیم آدم شارژ شده میخواد که به اصطلاح دو سه تا به اصطلاح تجربه دیگه ازدواج داشته باشه. این عزیز ما که این به اصطلاح مورد رو داره در واقع باید بره اینقدر حلوا بگه تا دهنش شیرین بشه. خب جناب دکتر، این تصوراتی هست، یعنی ما در علل خصوص در بین خواهران می‌بینیم که این تصور رو حالا دیدشون از ازدواج مثلا یک تصوری هست که احساس میکنن خب فقط یک فضای روحانی است، مخصوصا خب بسیار از فیلم هایی که پخش میشه و بحث عشق و عاشقی هست و نامه فدایت شوم و قربانت برم و فکر میکنم فقط خب یک بعدی از زندگی فقط همین بعد هست. شاید اصلا کلا اون بحث خیلی ها وقتی که صحبت از ازدواج میشه، اصلا کلا این تصور خیلی جاها میبینیم که اگر کسی در بحث ازدواج آمد و مسائل جنسی رو مطرح کرد، گویی که اصلا اون رو متهم میکنن که تو جایگاه ازدواج رو زیر سوال بردی. ازدواج فقط یک دنیایی از احساس و عاطفه و محبت و فداکاری هست و اصلا این احساس این دیگه هیچ نقشی نداره در این باب. عشق اصلا کلا حساب عشق از شهوت جداست. و آیا در بحث ازدواج ما میتونیم بگیم که عشق اینجا فقط اون حالت حال و هوای عاطفی هست و غزل خواندن هست و نامه فدایت شوم نوشتن هست، یا نه اینجا عشق معنای دیگری پیدا میکنه، شهوت هم جزئی از این عشقه؟ ببینید اون عزیزانی که همچنین موردی دارن، خب من توصیه میکنم که حتما به پزشک مراجعه کنن. اینهایی که به اصطلاح یک موردی ضعفی از ضعف مردانگی هست یا ضعف به اصطلاح انوثت هست که به اصطلاح فکر میکنن که قضیه آمیزش روابط جنسی یا روابط عاطفی به اصطلاح حاد در قضیه ازدواج مطرح نیست. چرا؟ این اصلا اگر این مطرح نمی بود کدوم آدم عاقل بود که میرفت مثلا خودش رو تو جنجال ازدواج بندازه و بره نمیدونم این همه مسئولیت رو به دوش میگیره؟ اصلا خداوند متعال این غریزه رو گذاشته برای چی؟ برای دوام بشریت. الان اگر کسی میاد میگه که آقا من همچنین احساسی ندارم و همچنین چیزی در ذهنم مطرح نیست و اصلا این از اولویات ازدواج نیست، من میگم که ایشون باید بره حتما به یک پزشکی مراجعه کنه. ایشون یه مورد خاصی دارن، استثنایی هست، یه ضعف جنسی هست، این رو باید مداواش بکنن و جای شرمش هم نیست. و بیشتر مسائل به اصطلاح قضایایی که ضعف جنسی هست اینها مداواش آسون هست. پزشکای به اصطلاح متخصص در قضای تناسلی اینها به راحتی این موارد رو به اصطلاح بیاری خداوند برطرف میکنن. پس این حرفایی که کسی اگر زد ما باید توصیهش کنیم که بره خودش رو درمان کنه. اما اینی که به اصطلاح این مسائل اهمیت داره، بله خیلی از اهمیت هست. اگر در این مسائل یک نوع کوتاهی صورت گرفت، خب چه خواهد شد؟ یک نوع سردی عاطفه به وجود میاد، یک نوع طلاق عاطفی به وجود میاد که قبلا در این مورد ما بحث کردیم. و اینه که به اصطلاح آقا پسر غالبا دنبال یک تجربه دیگه خواهد شد
دنبال به اصطلاح ازدواج دوم خواهد شد و این مسائل. پس این قضایای به اصطلاح طبیعی که در انسان هست، قضایای غریزی که در انسان هست، یک شهوت غریزی که در انسان هست و خدادادی هست که برای تداوم زندگی بشر خداوند در انسانها گذاشته. اگر در هر انسانی این افت کرد باید در پی درمان باشه. یه بیماری هست و اگر ما هم احساس کردیم افرادی مثلا اینا رو میان بروز میدن که به اصطلاح ثابت کنند که یه نوع نزاهتی دارند، یه نوع عفتی دارند، یه نوع میخوان به این چیزا مباهات کنند در جامعه که این چیزا برای من مهم نیست، این چیزا اصلا من بهش بها نمیدم. اگر یا دروغ میگه، میخواد بسیار نمیدونه که چطور خودش رو مطرح کنه، شنیدن یخ میخورن نمیدونه چه وقت میخورن، یا اینی که واقعا همچین موردی داره. اگر همچین موردی داره اطرافیان باید بهش کمک کنن، باید در پی درمان و علاجش باشن. به عنوان آخرین سوال جناب دکتر، چون وقتمونم رو به پایان هست، در شب اول ازدواج اگر بخواید مهمترین توصیه‌ای که شما برای عروس و دامادها دارید مطرح بکنید، چه نکته مهمتر است؟ همه موارد هست که باید مد نظر باشه از اونجایی که این اولین تجربه زندگی مشترک به صورت عملی است و الان دیگه همه خانواده ها دیگه از این به بعد اینها رو به عنوان یک خانواده مستقل و جدا میشناسن و به رسمیت شناختن، دیگه همه محفل گرفتن براشون. چه توصیه مهمی دارید برای عروس و دامادها در شب اول ازدواج؟ ببینید عزیزان، شب اول زندگی یک شب خاطر انگیز هست و اونقدر خاطرش زیباست که آقایون همیشه در آرزو اند که این خاطره رو باز تجربه کنند. پس قضیه اینه که این خاطره رو هر چه میشه بیشتر زیباتش کرد و زیبایی این خاطره اولین نقطهش این است که همدیگر رو درک کنیم، احساسات همدیگر رو احترام بذاریم، دلهره‌ای اگر هست این رو در کنار هم ببینید که ما برای همیشه میخوایم مال همدیگه باشیم، هیچ گونه نمیدونم عجله‌ای در کار نیست، هیچ گونه نمیدونم دلهره‌ای اینجا نباید باشه، فضا رو بسیار صمیمیش کنیم، فضا رو خیلی خیلی صمیمیش کنیم، هیچ مرزبندی‌هایی رو نگذاریم، در قضایه به اصطلاح رسیدن به همدیگه کل وجودت رو از طرف مقابل اشباع کن، چشت رو، گوشت رو، سرت رو، دستت رو، همه چیز به اصطلاح مال همدیگه بشی تا این رابطه به اصطلاح مقدماتش بسیار طبیعی باشه. در قضیه به اصطلاح مال همدیگر شدن و این فضا رو ایجاد، کل بیرون از اتاق رو از ذهنتون بندازید بیرون. فلانی چه خواهد گفت، فلانی ها چه انتظار دارند، نمیدونم پشت در چه میگذره و چه میخواند و فلان، اینا رو کلن از ذهنتون ببرید بیرون. قضایه نمیدونم اوهامی که ساخته شده هست، همون مواردی که ذکر شد در نشانه دختری، اینا رو به صورت طبیعی و علمی اینا رو بفهمید تا فضا ندید به شیطان که به اصطلاح بتونه ویراژ بده. یه مورد دیگه وقتی که به اصطلاح به هم نزدیک میشید یادتون نره که اینجا به اصطلاح فضایی هست که وسوسه آور هست، فضایی هست که شیطان هست، اینا دعا یادتون نره. بسم الله اللهم، این دعایی که به اصطلاح خداوند متعال پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما یاد دادن که بسم الله اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، خدایا بار الها شیطان رو از ما دور کن و ما رو از شیطان دور کن و شیطان رو و اون چیزی که مولودی که اگر خداوند متعال به ما میده یا روزی که خداوند ما میده، این روزی رو هم از پناه شیطان محفوظ بدار. که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اگر در همچین مواردی خداوند متعال به این خانواده عزیز فرزندی بده، شیطان نمیتونه هیچ گونه گزندی به اون فرزند برسونه. پس یه فضای عشق هست، فضای عشق سازی هست. اون وهمی هم که از قبل بود و نمیدونم حرفایی که به هم دیگه میزدیم و نمیدونم مقدمات و اینا که قبلا بود، تصورات که بود، فقط برای رسیدن به همچین فضایی بود. الان این فضا رو خداوند متعال به صورت حلال و پاک مهیا کرده، تمام جامعه با شما شادن. پس شما
باید بیشتر از جامعه شاد باشید، بیشتر از دیگرانی که برای شما دارن شادی میکنن. شما باید بیشتر شاد باشید و بیشتر لذت ببرید. سعی کنیم این فضا رو یه فضای پر از عشق، پر از تفانی، پر از درک همدیگه، پر از با خدا بودن و پاک بودن کنیم تا واقعا بشه ابتدای ساختن نیمی از ایمان. خیلی ممنونم جناب دکتر از بیانات ارزشمندتون. بعد از این برای بینندگان عزیز در برنامه‌های پیش رو چه مواردی خواهید داشت انشاءالله؟ بعد از این خب الان کلبه اول ازدواج گذاشته شد. ما یک خانواده داریم الان این خانواده رو چطور مدیریت کنیم، در این فضا چطور عشق رو بسازیم. این ساختن عشق خیلی مهم هست. قضیه به اصطلاح مدیریت این خانواده و هدف از ازدواجی که انجام شد و یک کلبه پرسعادت رو چطور ما این شمع سعادت رو همیشه روشن نگه داریم، این مسائلی هست که انشالله در برنامه‌های آتی پله پله انشالله با هم طی می‌کنیم. تشکر میکنم جناب دکتر از اینکه وقتتون رو در اختیار ما و بینندگان عزیز گذاشتید. همچنین از شما عزیزان که تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید تشکر میکنم. نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما همیشه راهنمای راه ما خواهد بود. حتما در برنامه‌های پیش رو مطرح خواهیم نمود. در پایان تشکر خاص دارم از احمد جان کارگردان محترم برنامه و از منیر احمد عزیز، فرید جان و حمزه محمود عزیز که داخل استودیو پشت دوربین بود. و در پایان از الله متعال برای همه گذشتگانمون رحمت، بخشش و مغفرت و برای خودمون فهم صحیح دین و زندگی سعادتمندانه در سایه الطاف الله متعال و موت بر توحید رو در آخرین لحظات زندگی خواهانیم و همه شما خوبان عزیزان رو به الله متعال میسپاریم. الله یار و نگهدار شما. جزاکم الله خیرا. الله اکرمک. همیشه دعا می‌کردیم.